ما حمید آقا حدود 3 ماه عمل شده. دفورمیتی کلاس 3 داشت، یعنی فک پایین نسبت به فک بالا جلوتر بود. خب قبلش یه ارتودنسی مخصوص جراحی انجام دادن، بعد اومدن پیش ما جراحی فک براشون انجام دادیم. فک بالا رو بردیم یه مقدار جلوتر، فک پایین رو بردیم عقب‌تر و الانم پیش ما. ورمو تقریبا کامل خوابیده و ارتودنسیشون هم به زودی تموم میشه. فک بالا و پایین رو با هم دیگه انجام بدم. یه ذره انحراف داشت فک پایینم که دکتر اینو فیکس کردن و یه مشکلی هم فک بالام داشتش که یه مقداری عقب‌تر بودش که فک بالا هم برش دادن و بردن جلوتر و الان کاملا راضیم. یعنی قبلا من دندانم اصلا رو هم دیگه نمی اومد، جلوش کامل باز بود. الان یه جوری شده که کامل رو هم دیگه میاد و واقعا راضیم. واقعا یه سری سختیایی داره مثلا بعد عمل جراحی، ولی خب در کل ارزشش داره. مثلا برای خود من واقعا ارزشش داشت، هم از لحاظ زیبایی هم از لحاظ غذا خوردن که خیلی بهتر میشه، خیلی راحت‌تر میتونین کار انجام بدین و اینکه لازمه هم بود دیگه. یعنی مثلا من این ارتودنسی کردم، خب اگه عمل جراحی فک انجام نمیدادم انگاری کار خاصی انجام ندادم، چون اردام حالت برمیگشت و من پیشنهاد میکنم و چیزی هم هستش که به نظرم هر کسی خوبه که انجام بده.